شب بخیر مادر. نوشته مارشا نورمن. صدا بازیگران مریم هندیانی و محبوبه حیدری. ما آدمای نرمال هممون از مرگ میترسیم. من نه مادر، من که همینطوریشم، همیشه بدنم سرده. تا صبح میخونم تا تو رو زنده نگه دارم جسی. خواهش میکنم هر جا طاقتم تاق بشه اونجا ایستگاه منه. حالا طاقتم تاق شده. چطور میتونستم دوستش داشته باشم جسی؟ من چی نداشتم که اون بخوام. میخوام بدونم بابا شب مرگش چی بهت گفت؟ چطور شد از اسب افتادی؟ چرا سیسیل تو رو ول کرد؟ آخه تو چی میدونستی؟ اون با یکی بود جسی. یه روز سرزاده رفتم تو باران دیدمشون. دیگه مهم نیست که تو این دنیا یا حتی توی این خونه چه اتفاقی میافته. من دوست دارم. شب بخیر مادر.